و وینفیلد داره خطر میکنه که والتر کروک رو از زندان آزاد کنه و این جاییه که من و تو باید وارد عمل بشیم. و مایکل دوبایز، همون شعبده بازی، 25 سال به خاطر یه دزدی بزرگ، همون دزدی الماس. ارزش تجاریش 5.5 میلیون دلاره که هرگز پیدا نشد. من اینجا زود باش دیگه داریم میرسیم. اون خونه های روبرو باید شهر باشه. صدای زنگ کلیسا رو میشنوم. باید بدونی که من فقط برای دادن چیزی نمیرم اونجا، بلکه فقط میخوام برم از ساعت و بعد خواهش کنم از این جنگل بره، چون همه رو ترسونده و ناراحت کرده. آقای والفوی، من چیزی دارم که مال شماست. شما این دفترچه رو روزی که به کوچه دیاگون رفتیم توی پاتیل جنی ویزلی انداختین. خب این نامه مال وقتیه که سرباز بود. مادوی عزیز، منو میگه اسمم مادلنه. نه خواب دارم نه خوراک. سلام، تو کجا اومدی؟ لازم نیست بترسی، تو کار بدی نکردی. هیچ تیرانداز جوان شما رو یاد کی میندازه؟ آره دیدمش. منم دوست دارم پیش شما باشم و به تغییر شکل ابر رو نگاه کنم. جان انگری آفرین خانم، واقعا فکر خوبی کردی. خانواده‌ای که با هم پسنداز میکنن با هم پرداخت میکنن. اوه زیاد دلخور نشو پسرم. پرنس جانم تولدتو بهت تبریک میگه. نوریانه یه نفهم دیگه کفر منه در رو این دفعه دیگه تصمیم گرفتم میخوام با این حسابتو برسم. انصاف داشته باش داروغه، نمیبینی چه ضعیف و لاغر شده؟ بیا بنشین آدم، باید کمی استراحت کنی. طبق داده های ماینست، بر اساس پژوهش‌های ما یک ماده شیمیایی در پرینیا ایمورتالیس وجود داره که حیات سلولی رو به طرز چشمگیری افزایش میده. من دیرم شده، باید برم به کارم برسم. دیر برم من خوردم میافتم. گفتی ریچارد فرستادیش بره به جنگ‌های صلیبی. خونه شاگرد بودم، اندرونی حضرت والا بیرونم کردن، حالا دوره گردم تو تون فروشم. و بعد فکر کنم یادت باشه خودت این سر رسید پلیسی رو به من دادی، پر از اطلاعات مفیده. استاد کمال الملک، شما ایرانی هستید و ایرانی هر کجای گیتی باشه رعیت شاه ایرانه. پارسال رنگ شماره 1 ماشینای نو سبز بود، سبز روشن ولی نه سبز شکاری، سمبل قدرت، غرور، شرافت. چانسلور آدم بدی نیست دقیقاً. اون خیلی به من محبت داره. از وقتی که اومدم اینجا هوامو داشته. چرا اینو از من میخوای؟ استعداد به آدم داده میشه، درست مثل ثروتی که از بابای آدم بهش برسه، اما انسانیت باید کسب کرد، ارثی نیست. و متاسفم از اینکه نسل بدبخت ما باید بوتی مثل تو داشته باشه. انشاءالله که سال آینده این باغبان پیر خدمتگزار توفیق تقدیم نهال برومند دیگری داشته باشد. صدات رو ببار. نمیشه یه مدت ساکت بمونی؟ آخه ناراحتم. چی؟ وقتی ناراحتم زمزمه میکنم. نکن. تو هم امتحان کن. دلم نمیخواد امتحان کنم. موسیقی تخلیه عصبی قدرتمندیه، حتی به یه حیوان وحشی هم پس برو برای خودت یه حیوان وحشی پیدا کن، ولی برای من زمزمه نکن. چه مرتی که بی‌احساسیه. کافیه که میخوای فحش بدی؟ زیر لبی نده، تو صورتم نگاه کن و بلند فحش بده. اگرچه تنبل زمینی عظیم الجثه اکنون منقرض شده است، اما او هم مانند سریگ خویشاوند نزدیکی در بخش جنوبی این سرزمین دارد. موقعی که آدم 5 میلیون تو جیبشه همه جا براش خوبه. الو ببخشید، من دیدی دودل هستم. آگهی شما رو خوندم. نوشتید به یک جوان باهوش و فعال و خوشتیپ نیازمندید. من درست همونم که شما میخواین. انقدر دیگه ما رو عاقب والدین نکن از اون بالا. ما یه سر خاک و فاتحه باس بیام که خب اونم میایم. من آقامم، سلطانم، سلطان حسین قلی خان ناصری. حبسم کردن. اینها تصور خودم از شما بود، آنطور که شما نقل کرد برای پسر. همیشه به یاد یار و دیار بودم، حال من حال تشنه دیرباب رسیده است. من میترسم که یه وقتی به خودمون بیاییم که ببینیم اون هیولا همه شاگردای ما رو برده تالار اسرار. قراره همشونو با یه حمله دستگیر کنیم، ولی تو باید چند روزی صبر کنیم. فقط مشکل من و تو که نیست، خیلی‌ها در اون کشتار وحشیانه کسانشون از دست دادن. دلیل خواسته من از دوستم آقای ژاکوب برای ملاقات امروز همین بود. من احساسات شما رو درک میکنم. دایی جان ناپلئون که فرزند ارشد بود، پس از مرگ آقا هم امارت او رو به ارث برد، هم خلق و خوی او رو و هم لقب آقا.
گردون مگه به ما قول نداده بودی که داروهای جدیدتون از سرماخوردگی گرفته تا سرطان معالجه میکنه؟ میخوام قول بدی این کارا دیگه تکرار نمیشه. امروز شانس آوردیم که ما تونستیم اوضاع رو به راه کنیم. آروم باشین، من یه سیاستمدار نیستم. من مدیر برنامه انتخاباتی همه جور آدمایی بودم، از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا شهردار نیویورک. خدا را شکر هنوز عکسمون از سر تاقچه خانه خودمون بر نداشتم. با خودت نمیگی کاش شوهرم به اون مأموریت نمیرفت؟ بچه ها چه میکنن؟ پسرها باید مرد بار بیانه. شما اصلا میدونین که اون چیه؟ اون یکی از عجیبترین و بهترین آدمسایی که در سراسر جهان وجود داره. اما حالا دیگه خیلی دیر شده. دیگه کاری برای انجام دادن یا حرفی برای گفتن وجود نداره. آقای دوایز، مدرسه سر ساعت 3 بعد از ظهر تعطیل میشه. خب این لباسا و حوله ها ضد عفونی شده، میتونن استفاده کنن. میذارمشون تو کیشو. یادتون میمونه به دکتر بگین کجاست؟ پدر تو با فرمانده من با قدرتم با کلاه خود رسمی فرمانده مخالفت داری؟ بیشتر از اونی که میتونید کار خیر انجام میدید. یک کاپ بهشون دادم آقا، از جنس نقره ایتالیایی که به قیمت 100 شیلینگ در لستر خرید. مظنون اصلی شما مطمئناً ابو خلیل و دار و دستش هستن. محل تقریبی اونا هم که میدونین کجاست. از طرف ساکن اتاق شماره 113 پادشاه بی تاج و تخت سلطان نشین گراند هتل. خوش آمدی رافائل. غیبت طولانی شد. تو یه بار گفتی که به من بیش از همه علاقمندی. راستش ناراحتم که اون حرفا رو راجع به اون گروه سینمای حرفه‌ای زدم. اونا در واقع خیلی با ارزشن. دیگه باهاشون مخالفت نمی‌کنم. شما 235 دلار بدهکارید. این مبلغ در ازای بذر و آذوقه و غله و چیزهای دیگه بود. استاد این چه سماجتیه که اهل هنر دارن در نبوسیدن دست قدرت؟ موسی بن نصیر استراتژیست و فرمانده مسلمانان دستور داد تا در کنار خرابه های کارتاژ بندری برای ساختن کشتی و قایق‌های جنگی تأسیس کرد. این چیزها رو که میگم تکرار کن. آقای اشنایدر، این یه تمرین برای ت و ه. شما اشتباه میکنید. امروز صبح زود مراجعت کردم و برای استراحت مستقیما تشریف بردم به اتاق خودش به روح والده مرحومم حاجی خانوم. خب گاسپایک، این چه زندگیه که انتخاب کردی؟ خودت میدونی تو همیشه باهوش و جاه طلب بودی. نتیجه تحقیقات شخصی تا این ساعت نشان میدهد که متهم اصلی در این میان نقاش باشی است. فلیشا چی داری بهمون بگی؟ کاری کردی که نباید میکردی؟ فلیشا اصلا خودتو ناراحت نکنی، مسائل برای همه پیش میاد. اگه بخوای برات قسمم میخورم، فقط نمیتونم بفهمم که این سارقه چطور به این خوبی میتونه ادای منو در بیاره. با این حال هر کی میخواین بگین، حرفای رعد برق و من باور نمیکنم. فهمیدم، همون بچه‌ای که بار اول پرواز میکنن. من برای اونها یه هواپیما آماده کردم. اصلا نگران نباشین، وقتی یکی دو بار در اطراف فرودگاه پرواز کردن دیگه از پرواز با هواپیما نمیترسن. من 36 سالمه، قرار نیست که خجالت بکشم. دلم خواهش میکنم دیگه این کارو نکن، بی خود منو خوشحال نکن. من از این احساس که زندگی چیز خوبیه متنفرم. خودت وارد زندگی نکن. تازه داره زندگی من نرده کشیدم. برو اولیویا، وایسا. سلام هتی، به موقع رسیدی، میخوام باهات مشورت کنم. مشورت کنی؟ خیلی عجیبه. هتی، به نظر تو ما بعد از مراسم کلیسا غذامونو کجا بخوریم؟ امکان نداره که من در مورد این کار اظهار نظر کنم اولیویا. من از روز اول قسم خوردم که تو این کار دخالت نکنم و دخالت نکردم. ازت خیلی ممنونم، ولی من میخوام وقتی که تو گفتی به لباس عروسی نیازی نداری، من مخالفتی کردم؟ یا از دستت عصبانی شدم؟ نه به هیچ وجه. حالا فقط اومدم که اگه بخوای برسونم. پس نمیگیری؟ نه. نگام کن، سعی کن حقیقت رو بگی. بلا رو به خاطر پولم گفتی؟ خب آره، تا حدودی آره. تا حدودی. چرا به دروغ بگم رج؟ تو میدونی که پول رول مهمی بازی میکنه. البته از تو هم بدم نمیاد. خب اگه میگفتم دیوونه وار دوستت دارم امکان نداشت باور کنی. خودت بارها گفتی ما وچه مشترکی نمیدونم. کابی برکلی جدیدن یه فیلم با اون یارو اسکاتلندیه که کلی تعریفشو میکنه ساخته. یا اونم بهار فیلم برداری رو شروع میکنه. کمپانی یونیورسال هم بهت $1 میلیون دستمزد میده. بدون شک این نقش جاودانه میشه گریسی. ما میدونیم اون به طرف شمال میره و مطمئنم مقصد اصلیش تانگ شاوه.
لینچان در دام ماست. من برای این اومدم اینجا که فراموش کردم یکی از کشوهای میزورنده بکشم. بیا سوار شو بریم خونه. فایده نداره اینجا منتظر بمونیم تا بچه خرسا دوباره برگردن. چون راکونا حیوانایی هستن که معمولا شبا میگردن، خیلی امکان داره که یه دفعه وسط شب فرار کنه و از اینجا بره. بله آقای دکتر همیشه توی تمام کارا به ما کمک کردن و همیشه ما رو راهنمایی کردن. حتما یه روزی محبتشون رو جبران میکنیم. فعلا من برای پسرم خیلی نگرانم. بهتره زودتر یه کاری بکنیم دکتر. خیلی ببخشید، لونه پرنده در چاله؟ خوبه، خیلی خوشحالم. وقتی داشتم استراحت میکردم اونا رو بدنم یه لونه ساختن. ممکنه لطفا توجه کنین، خواهش میکنم. من اسمم میهیل بوترویچه، ولی متاسفانه باید بگم که صدامو میشنوین. من در وضع خاصی قرار گرفتم آقای کرسی. مأموریت غیر ممکن، روز شمار مرگ، بخش اول. با صدا بریم یه بگیریمش. خوبه بگیره. موتورخانه حرکت 752 بریم از 752. کی انتخابت کرده؟ آروم آروم. کی انتخابت کرده؟ براوو اکو 1-1. نه هنوز زوده. پرسیدن سوال امنیتی یادت رفت. ها این حالتاشو کامل میخواد. اونجا میخواد، از اونجا که میچسبه بهش داره دیالوگ میگه. وای چقدر این پیر شده ایمونی. این که ما جوان موندیم. 60 شدیم. من اخراج شدم. نمیتونستن خطر ملاقات حضوری رو به جون بخرن. تمام ارتباطاتمون نمیشه با قاطعیت گفت که کار این تیتی بوده. سلام. فهمیدم. من عوضی گرفتی. من اهلش نیستم. بسیار خوب. نقشه چیه؟ این لازمم نمیشه. دودی نیستم. 30 سال پیش زنی به اسم ماری از اولین زنایی بود که به دوستمون اعتماد کرد. زنایی که چیزی دارن که اون میخواد. زنایی که حاضرن براش جون بدن. میشن غلام حرف به گوشش. قصه آشناییه؟ به این بردن توانایی رادارگریزی سباستوپول بود تا بتونیم مخفیانه ردشو بزنیم. قرار بود اون هوش مصنوعی به داخل سونار نفوذ کنه، به قلب سیستم دفاعیشون. به دلایلی که ما متوجه نشدیم هوش مصنوعی خودسرانه عمل کرد. کدوم خری میتونست شبیه من باشه؟ من کلید کجاست؟ اون کلید کجاست؟ من عاشق فیلم هندیم. گفت تو یارو اومده پالتوتو برده، انقدر محو فیلم بودی که نفهمیدی. برام عجیب بود رو پرده اینو حرکت میکنه. شروع کردم بخوندن، یک سطر نخونده بودم. گفت صبر کن، شما رسول خدا هستید، اونها به ما میخندن، مسخرمون میکنن و ما هیچ کاری نمیکنیم. این علامت سناست، نماینده قدرت روم. این علامت سناست، نماینده قدرت روم. اسپارتاکوس، فیلمی که عظمتش در میان تمام آثار سینمایی بی همانند است و جاودانه بی همانند خواهد ماند. و ما رفتیم تو سینما دیدیم اسم ما اومد رو پرده نوشتن. آره نوشتن گویندگان ابوالحسن تهامی. دوک وانگولد با کمال بیرحمی برادران منو به قتل رسوند و دستور داد که اجساد اونها رو تو میدان جزیره به دار آویزون کنن. جوجه بودم وقتی اومدم، اسماعیل به من مثلا میگفت برو بچه مثلا تو برو پیش مادرها تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دیدی. نه اون تگزاسه. خب میری تگزاس، چقدر راهه؟ خدا میدونه، میری میبینی. من دیالوگا رو میگفتم با مصیبت، با تمام اعصاب و حال و حس و این. میخوان موضوع موجهتون رو در شب حادثه غیر موجه جلوه بدن. حرفای منو باور نکردم. اگه پرونده رو تو منزلت پیدا بکنن کار دیگه تمومه. از اون به بعد اصلا دیگه من گوینده شدم که رولای بزرگ میگفتم. شمایل سن کریستوفر میخوام مال شما باشه. لطیفور میرفت دم اکران وای میساب با
با انگوش میگفت شروع که تا تیغ‌ها را کشند از نیان به دنبال آن شاه صاحب مقام. گفت اینقدر تمرین میکنی که وقتی من اومدم چشم بسته، چشماتو میبندی، سینک جای این حرف میزنی. یه بمب انداخت تو خونه ما، یه صدایی کرد که نمیدونین، میخواست پوری جونو بکشه. من اینو گفتم و سینک گفتم. من دیدم همه دارن منی نگاه میکنن. هر روز تعداد بیشتری از ایرلندی‌ها میان اینجا. شنیدم هفته 15,000 نفر. از مردی همینجوری این سلسله مراتب قشنگ با طی میشد. به این سادگی ها نبود. از تدبیر بدوره، از تفکر خارجه، از مردی که زمانی چوپان بوده شکست خوردم. چی دوست داری دوبلور بشی؟ بودم آره فکر کنم دیگه برای همین اومدی. گفت خب بیا به اینجا یه چیزی بگو پایین میکروفون. خب پس تو مرد خونه ای. من یک هدیه خوب برات دارم، بیا بگو. یهو هی به من گفت نگاه نکن. گفتم باش. وقتی که برگشتم آدما رو دیدم دارن همه دارن من نگاه میکنن، زبونم بند اومد، نتونستم حرف بزنم. شیرا اینا دیگه کی هستن؟ علی بابا. و رسید به اونجایی که یه جمله به من داد، میگفت قربان جمجمش منفجر شده، خراب شده، هم چیزی. این جمجمه نمیگشت تو دهنم. سلام، من جبل خان شکارچی هستم، قابل اعتماد و منحصر به فرد. جبل خان اینجا، جبل خان اونجا، جبل خان همه جا. من دستم می‌ذاشتم رو گلوم، صدام اینجوری کلوف بشه، جای پسر حرف بزنم ولش می‌کردم، جای دختر حرف می‌زدم. آره پاسکال، حق با تو، درست میگی، اصل پاسکال. و یه جوکی هم ساخته بودن، میگفتن که اگه پسر شجاع به دنیا نمیومد اسم پدر پسر شجاع چی میشد؟ من نمیدونستم که تو مرداب جنگل همچین گلی وجود داره. این بویی که به مشامم میرسه مال این گله نه؟ بابالویی. آره یه دوغ درست کردن اون موقع به نام بابالویی اصلا. گفتنش مشکله، همه جا پخش شدن، درست به یه گروه آدم‌های میخوای چه کار کنی؟ میرم شهر، باید ببینم چی شده. نباید تنها بری. ماریان میرم. با این فیلم تقریبا با 2 نسل کار کردم.